اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که به وظیفه‌های مسئول در ساختارهای وزارت کارهای خارجی، وزارت معارف و علم، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، نمایندگان جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی، خدمات ضد انحصاری و ساختارهای نظامی تعیین گردیدند برای صحبت به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از وضع امروزه مرکب و پیچیده سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی، پیشگیری پنجشوی عقیده‌های افراط‌گرایانه و تغییریابی اقلیم یادآور شده، تاکید نمودند که کادرهای به وظیفه‌های راهبری کننده تعیین شده با دانش و مهارت کسبی و تجربه اندوخته‌شان می‌توانند در تطبیق سیاست داخلی و خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان با نظر داشته حمایت منفعت‌های ملی مساعدت نمایند. سردار دولت دستور دادند که ضمن اجرای وظیفه‌های خدمتی پاک وجدانانه و با صداقت به ارزش‌های ملی مناسبت نموده، بهر تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت کوشش نمایند و منفعت‌های دولت و ملت را از دیگر منفعت‌ها بالا گذارند. با حس بلندی مسئولیت، صادقانه و پاک وجدانانه خدمت کردن به خلق و وطن خود از وظیفه‌های اولین درجه هر یک خدمتچی دولتی به حساب می‌رود، تاکید نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرجام صحبت.